داورا قاضیایی هستند که فرصت بررسی لوایح و مواد قانونی، تبصره ها و ادله ها رو ندارن. در کسری از ثانیه و به لحظه باید حکم صادر کنن. احکامی که بعضن سرنوشت خیلی چیزا رو تعیین میکنه و یا حتی تغییر میده. یه وقتایی هم به غلط. جام جهانی 1966 دیدار نهایی بین انگلیس میزبان و آلمان. شوت جف هورست با برخورد به تیر افقی روی خط فرود اومد، اما توفیق بهراموف کمک داور بازی توپ رو گل تشخیص داد. گلی که روند بازی رو تغییر داد تا در نهایت انگلیس بازی رو 4-2 ببره و اولین و آخرین قهرمانی تاریخش رو به دست بیاره. تو مرحله 1/4 نهایی همون جام تو بازی انگلیس و آرژانتین، داور دقیقه 35 آنتونیو راتین آرژانتینی رو از زمین اخراج کرد. داور میگفت راتین از ناسزا استفاده کرده، در حالی که اون داشته به زبان اسپانیایی حرف میزده و داور زبان بلد نبود. آرژانتین 10 نفره شد و به انگلیس باخت. نیمه نهایی 1970 دیدار آلمان و فرانسه. هارولد شوماخر دروازه‌بان آلمان بی توجه به توپ خودشو کوبید به پاتریک باتیستون بازیکن فرانسه. باتیستون به اغما رفت و از زمین خارج شد، ولی شوماخر حتی کارت هم نگرفت. بازی 3-1 برده فرانسه 3-3 شد و تو پنالتی آلمان با مهارت شوماخر بازی رو برد و رفت فینال. 1986 و همون دست خدای معروف آرژانتین انگلیس. مارادونا با دست توپو گل کرد و داور خطایی نگرفت. 1990 فینال آرژانتین آلمان. رودی فولر خودشو زد زمین تا یکی از جنجالی ترین پنالتی‌های تاریخ جام‌های جهانی گرفته بشه. آلمان فرانس بکنباور با پنالتی آندریاس برمه آرژانتین 9 نفره رو برد و قهرمان شد. تو جام‌های جهانی مختلف اشتباهات داوری بعضن پیش اومده، اما اگه داورا تو جام‌های دیگه تکاهنگ میدادن، تو جام 2002 آلبوم دادن. مجموعه‌ای از اشتباهات فاحش که شاید بشه اسمشو کابوس داوری گذاشت. خواننده کنسرت کره جنوبی. اول تو مرحله گروهی 2 بازیکن پرتغال اخراج شدن تا کره اون بازی رو 1-0 ببره. بعد بازی ایتالیا. بازیکنای کره‌ای فوتبال شاولین رو به نمایش گذاشتن و تا تونستن ایتالیایی‌ها رو زدن. داور نه تنها کسی رو اخراج نکرد، بلکه توتی رو به جرم تمارض، اونم تو یه صحنه پنالتی مسلم، اخراج کرد. قربانی سومم اسپانیا بود. 2 گل صحیح زد اما داور نگرفت. تو تاریخ 21 دوره جام جهانی 8 کشور جام و بالای سر بردن. اما اگه اشتباهات داوری نبود، بازم جام بین همین کشورها دست به دست میشد یا اصلاً به همین نسبت تقسیم میشد. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.